نماینده سویت شهر نوسیبیرسک روسیه روز 15 سپتامبر ساکن نوسیبیرسک زایتسف سال تولدش 1978 را برای صدمه‌ای که باعث مرگ یک شهروند تاجیکستان شد بر اساس قسم 4 ماده 264 کودکس جنایتی روسیه در ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه که باعث مرگ انسان شده است گناهکار شناخته و 3.5 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. دادگاه گفت زایتسف حکمش را در محبس مسکونی ادا خواهد کرد و 2.5 سال از حق رانندگی نیز محروم کرده می شود. حکم زایتسف هنوز به اجرا ندرآمده است. قبلا ایبدار کننده از دادگاه برای او 6 سال زندان طلب کرده بود. این صدمه مرگاور شب 4 ایون سال 2021 در نزد آبانبار نیروگاه نوسیبیرسک روی داد. زایتسف که در حالت مستی سوار ماشین جیپ تمغه تویوتا رف4 شده بود به سمت مقابل راه برآمده با یک ماشین وز 2106 برخورد. در نتیجه صدمه راننده ژگولی شهروند تاجیکستان سال تولدش 1971 به هلاکت رسید. از او زن و 4 فرزند باقی ماند. هر سال در روسیه به علتهای مختلف از جمله بر اثر صدمه ها بیش از 1000 نفر از ارتش میلیون نفره مهاجران تاجیک جان می دهند.